راننده تاکسی ابراهیم زویروف که داد و گریفتش با مردم است شاید بیشتر از همه با دغلی و تندی مردم روبرو شود. او به فرق از دیگران نمیخواهد به تندخویی آدمان با دغلی پاسخ بگوید. به نظر او هر کسی که در بخش خدمت رسانی ایفای وظیفه دارد باید خوشمعامله باشد. اگر به تندی جواب محبت آمیز داده شود بیشتر وقت کامیابی می‌آورد. در ماشین وقتی آدما سوار میشن آدما بعضیاشون یک سطح پرابلم دارند. وقتی قطعی اونو دغلانه رفتار میکنی بو عصبش ویرانتر میشود نسبت به چیز. برای همو خوشگفتاری کردن قطعی اونها قطعی یک چی با یک خاطره اینه که از ماشین فراموده میرود. ابراهیم زویروف ساکن پایتخت بوده، تجربه 32 سالی رانندگی دارد. بعضن وقت سر چنبر ماشین هم شعرهای شاگردانه ایجاد میکند. قهرمان شعرهایش هم اکثرا آدمانی هستند که دوام روز با او زیاد روبرو میشوند. نامش از بالا و پایین نوشت، بعد به هر حرف نامش یک شعر ایجاد کردم تا همین رسیدن تا گیپرازیم شعر نوشتم دادمش. گفتم که مثال غنچه گل در نمو باش، از همه بهترین دانشجو باش، حلیم و مهربان و هم نکو باش، ولی در کسب خود در جستجو باش، عزیز و مهربان و مادر خود، شرفمند و سیمای دشت جون باش. مسافران میگن در حالی که در اکثر نقلیات مسافربر با راننده های بددهان دچار میگردند، احیان راننده های خوشمعامله را دیدن به آنها خوشحالی میارد. خوشمعامله مثال ما پرسیدیم که مثال ما همونجا رفتیم، من همین آدرس گفتیم، گفتن ها شنید برده میرسونم. مثال بعضی راننده های میشد که شین میگود یا که باید خودش نسترینیش نیست می. این راننده میگوید با وجود با برخی مسافران وا میخورد که خوشمعاملگی او را نمیفهمند. در این حالت او هجو را به کار میبرد که بعضا این هزل ها هم سختند و میگوید همون وقت از این اصول استفاده میکند که باور دارد این هزل آنها را ناراحت نمیکند. بچه دارم خفه شدگی بود، پیش یک جا خالی شد، من در تاگی کمی رسیدگی من کمی جا میگم پیش میگذارم، خودش یک خفه همه را میپره باید پیش بگذاره. خیلی گفتم جامعه اکسپری اونجا اومدم که دیگه کس سوار شد، برای همون دیگه خیلی هر گپ گفت ای خفه من خواب کردم. بعد پر اومدن ده حقارت زیاد کرد، بعد من سر موندم، من خیلی در برای همون چند برکه بعد یک 4 مصرع شعر ایجاد کردم در برش. گفتم که بود وقت داشت اینجا هم نظام، بود حرمت بین مردم احترام، یک زن ازای چنین خربچه را رفت از بین حرمت و حفظ مردم احترام. او در میان همکارانش گلی سری سبد است. آنها میدونند که یکی از خصلت‌های خوبی او انسان دوستیش است. 5-6 سال شده دارم خسر کار میکند، ولی نسبتی یگون کار و رفتاری بد شنیدگی نیستیم، یگون شکایت نسبتی یکی ابراهیم آمدگی نیست. بعد خودش هم سخنرانی خوب هستند، نسبت مسافران شعرهای خوب هم میگویند، برای هم در خسر هم کس این را حرمت میکند. ابراهیم زویروف باور دارد اگر هر کسی ما در یک روز یک عمل خوب انجام دهیم تأثیر نیکی آن به زندگیمان میرسد. هر یک آدم باید نسبت به دیگر مهربان باشد. جنگ این چیزا با یگون کس یگون چی نمیبخشه.